سلام دوستان، اگر دارید برای آزمون لایف این دی یوکی آماده میشید حتما عضو کانال بشید. توی این ویدیو قراره خلاصه فصل 4 کتاب رو با هم دیگه مرور کنیم. A Long and Illustrious History. Who became king after Charles I? His son Charles II was crowned king of Scotland. سوال میگه بعد از چارلز اول چه کسی پادشاه شد؟ بعد از اعدام چارلز اول در انگلستان برای مدت کوتاهی سیستم پادشاهی از بین میره و نظام جمهوری روی کار میاد به رهبری الیور کرامول. بعد از مرگ الیور کرامول نظام جمهوری در انگلستان به پایان میرسه و پارلمان از چارلز دوم که فرزند چارلز اول بوده و چون در نبرد شکست میخوره به اروپا فرار میکنه و در تبعید بوده، پارلمان ازش دعوت میکنه که برگرده و تاجگذاری بکنه و مجددا سیستم پادشاهی رو در بریتانیا احیا کنه. Between whom did the Dunbar battle happen? English army led by Oliver Cromwell and a Scottish army. Results: English army victory. سوال میگه نبرد دانبار بین چه کسانی اتفاق میفته؟ جنگ دانبار بین ارتش انگلیس به رهبری الیور کرامول و ارتش اسکاتلند در نزدیکی منطقه دانبار در اسکاتلند رخ میده که منجر به پیروزی قاطع برای انگلستان میشه. Between whom did the Battle of Worcester happen? Parliamentarian army under Oliver Cromwell and a Scottish army led by Charles II. سوال میگه که نبرد وورستر بین چه کسانی اتفاق افتاد؟ نبرد وورستر بین ارتش پارلمان به رهبری الیور کرامول و ارتش اسکاتلند به رهبری چارلز دوم اتفاق افتاد. In which battle did Oliver Cromwell defeated the Scottish army? Oliver Cromwell defeated the Scottish army at the Battle of Worcester and Dunbar. سوال میگه که الیور کرامول ارتش اسکاتلند رو در چه نبردهایی شکست داد؟ الیور کرامول ارتش اسکاتلند رو در نبردهای وورستر و دانبار شکست داد. Charles II escaped from Worcester, famously hiding in the oak tree, and eventually fled to Europe. چارلز دوم بعد از اینکه در نبرد وورستر شکست میخوره معروفه که درون یک درخت بلوط برای یه مدتی پنهان میشه و سرانجام هم به اروپا فرار میکنه. What were the results of the Battle of Worcester? Parliamentarian victory. Charles II escaped. The English Civil War ended. سوال میگه که نتایج نبرد وورستر چه بوده؟ نتایج جنگ وورستر به صورت خلاصه پیروزی قاطع پارلمان، فرار چارلز دوم و پایان جنگ داخلی انگلستان بوده. What was the title of Oliver Cromwell? Oliver Cromwell's title was Lord Protector. سوال مطرح میکنه که لقب الیور کرامول چه بوده؟
الیور کرامول بعد از مبارزات انتخاباتی در ایرلند و پیروزی بر چارلز دوم در نبرد وولستر به عنوان رهبر جمهوری جدید شناخته میشه و لقب لرد محافظ رو میگیره. After victory in which battle Oliver Cromwell got the title of Lord Protector. Oliver Cromwell got the title of Lord Protector after victory over Charles II in the Battle of Worcester. سوال میگه که بعد از پیروزی در کدوم نبرد بوده که الیور کرامول لقب لرد محافظ رو میگیره؟ الیور کرامول لقب لرد محافظ رو بعد از پیروزی بر چارلز دوم در نبرد وولستر دریافت میکنه. Oliver Cromwell was recognized as the leader of the new republic with the title of Lord Protector. الیور کرامول به عنوان رهبر جمهوری جدید شناخته شده و عنوانش هم لرد محافظ بوده. After Oliver Cromwell died, his son Richard Cromwell became Lord Protector. بعد از درگذشت الیور کرامول، پسرش ریچارد کرامول عنوان لرد محافظ رو دریافت کرد، اما قادر به کنترل ارتش و دولت نبود. How long was a Britain republic? Britain has been a republic for 11 years without Oliver Cromwell. سوال میگه که بریتانیا برای چه مدتی حکومت جمهوری داشته؟ بعد از مرگ الیور کرامول، بریتانیا به مدت 11 سال به صورت جمهوری اداره شد. What is restoration? The re-establishment of the monarchy in 1660, when Charles II returned from exile after being invited back by Parliament. سوال میگه منظور از ریستوریشن چیه؟ دوستان اینجا ریستوریشن به معنای استقرار مجدد هسته، یعنی استقرار مجدد نظام پادشاهی. گفتیم که بریتانیا برای مدت کوتاهی به صورت نظام جمهوری اداره می شده به رهبری الیور کرامول، ولی بعد از درگذشت الیور کرامول دوباره برمیگرده به نظام پادشاهی. توی اسلاید قبلی گفتیم که چارلز دوم بعد از اینکه در نبرد وولستر از الیور کرامول شکست میخوره به اروپا فرار میکنه. و در ماه می 1660 پارلمان چارلز دوم رو دعوت میکنه که از تبعید برگرده و تاجگذاری کنه. Where was Charles II in exile? When Charles II came back from exile in the Netherlands, he became crowned King of England, Wales, Scotland and Ireland. سوال مطرح میکنه که چارلز دوم کجا در تبعید بوده؟ چارلز دوم بعد از اینکه در نبرد وولستر شکست میخوره به اروپا فرار میکنه و در اروپا حسابی سرگردون میشه. ابتدا به فرانسه میره، از اونجا به آلمان، فنلاند، اسپانیا و در نهایت سر از هلند در میاره و در هلند مدتی در تبعید سپری میکنه تا سرانجام پارلمان از چارلز دوم دعوت میکنه که برگرده و تاجگذاری بکنه و رسما پادشاه انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند بشه و دوباره نظام پادشاهی رو در بریتانیا احیا بکنه.
In the Restoration, Charles II needs to reach agreement with Parliament and Parliament supported his policies. در دوران ریستوریشن یا همون استقرار مجدد نظام پادشاهی در بریتانیا، چارلز دوم نیاز داشتش که به توافق با پارلمان برسه و پارلمان هم از سیاست‌های وی حمایت می‌کرد. What did happen during the Restoration? During the Restoration, the Church of England became the established official church. سوال مطرح میکنه که در دوران ریستوریشن یا همون احیای مجدد نظام پادشاهی چه اتفاقی افتاد؟ در دوران ریستوریشن، کلیسای انگلستان دوباره به عنوان کلیسای رسمی تثبیت شد. During Restoration, Roman Catholics and Puritans were kept out of power. در دوران ریستوریشن، کاتولیک های رومی و پیوریتان ها از قدرت کنار گذاشته شدند. علت اینکه پیوریتان ها از قدرت کنار گذاشته شدن به دلیل خشونت خیلی زیادی بود که اونا قبلا انجام داده بودند و کاتولیک های رومی هم به دلیل ترس از نفوذ مجدد کاتولیک ها، مطلق گرایی اونها و تهدیدشون بر علیه پروتستان های انگلیس سبب شد که اینا از قدرت کنار گذاشته بشن. What major events happened during Charles II's reign? Major outbreak of plague in London. Great fire in London. سوال میگه که در زمان سلطنت چارلز دوم چه اتفاقات عمده‌ای رخ داده؟ در زمان سلطنت چارلز دوم شیوع گسترده بیماری طاعون در لندن رخ داد و باعث شد که هزاران نفر جونشون رو از دست بدن و سال بعد هم که آتش سوزی بزرگی بخش اعظم شهر لندن رو ویران کرد. Many churches, including St. Paul Cathedral, destroyed during a great fire in London. در آتش سوزی بزرگ لندن، کلیساهای بسیاری از جمله کلیسای جامع سنت پاول لندن نابود شد. Who was Sir Christopher Wren? He was a famous architect. سوال میگه که سر کریستوفر رن چه کسی بود؟ سر کریستوفر رن یک معمار خیلی معروف بود. Sir Christopher Wren, famous architect, rebuilt a new St. Paul Cathedral. گفتیم که به دلیل آتش سوزی بزرگ لندن کلیسای جامع سنت پاول لندن نابود شد و این کلیسا توسط یک معمار معروف به نام سر کریستوفر رن طراحی و بازسازی شد. Who was Samuel Pepys? He was a diarist. سوال میگه که ساموئل پیپس چه کسی بود؟ ساموئل پیپس یک وقایع نگار بود. What did Samuel Pepys write about? Plague in London, Great Fire in London. سوال مطرح میکنه که ساموئل پیپس راجع به چه وقایعی نوشته؟ گفتیم که ساموئل پیپس وقایع نگار بوده و در دفتر خاطراتش راجع به شیوع گسترده بیماری طاعون در لندن و آتش سوزی بزرگ لندن نوشته. The Habeas Corpus Act means you must present the person in court. سوال میگه که مفهوم قانون هیبیس کورپس یعنی چه؟
این قانون به معنای قرار احضار زندانی هستش، یعنی اینکه بدن متهم رو در اختیار داشته باش. دوستان این قانون در سال 1679 تصویب شد. Which act guaranteed that no one could be held prisoner unlawfully? The Habeas Corpus Act. سوال مطرح میکنه که کدوم قانونه که تضمین میکنه که هیچ کس نمیتواند زندانی رو به صورت غیر قانونی در زندان نگه داره. قانون هیبیس کورپس اکت هستش که به این مفهومه که میگه هر زندانی حق دادرسی و شنیده شدن اظهاراتش در دادگاه رو داره.